جناب آقای دکتر محمد رضا بیتری هم هستیم. ازشون که عموزاده مرحوم دکتر بیتری بودن و دستیار پژوهشی اون مرحوم بودن دعوت می‌کنیم که صحبتشون هم صحبت دندان مسلح یعنی کسانی که در بچه مزایا بودن میدونستن که به این راحتی نمیشد غیر از حضرت امام رحمت الله علیه کسی نمیتونست با همراهی ملت این رژیم رو بتونه برگردن یعنی با جون عرض کنم حضورتون و مطلبی که من مختصری راجع به زندگی مرحوم دکتر بیتری از سال 58 بنده ایشان تشریف آوردن بنده به دیدارشون رفتم و مشاورشون مشاور فرهنگی و در جهات دیگر هم با هم کار کردیم از جمله تاریخ پنججدی بیتری و شاملو بود که این تاریخ 1000 ساله ایران و بیشتر از این جهت که نقش صفویه در ایران چه بوده، تشیع، پایه‌گذاری تشیع چجوری به وجود آمده و این کتاب جلد 5 آماده شاه دکتر بیتری در یک خانواده مرفه به دنیا در تهران پس از طی دوران کودکی با ذهن فعال و انگیزه خوبی که داشت، انسان دوستانه‌ای که داشت، فخر و آخر و در زمان رضاخان و تحقیقاتی که جناب آقای سلیمی هم اشاره کردن کاملا درک میکرد و دوره ابتدایی رو در دبیرستان نظام و دانشکده افسری 1920 اونجا به پایان رساند و به درجه سومی مستقر شد در دانشکده افسری اینطوری که در کتاب هم ذکر شده افسرهایی بودن مثل دکتر آذر، دکتر نواحی، حکیمی، اسکندانی که در ماجرای سردیان مسلحانه گنبد در گنبد آموز در اونجا کشته شد و تعدادشون رو فرار کردن دکتر بیتری را هم به عنوان سمپات بودن حزب توده دستگیر کردند. مدتی ایشان در زندان شیراز و بعد 6 ماه هم در زندان کرمان زندانی بودند و در شرایط سخت. پس از آمدن بیرون مجددا همون موزی هایی که سرسپرده بودن افسرهای ماکو دوباره دور ایشون رو احاطه کردن و به همون مسائل اغواگری و سراغ در تجاوز مسائل ایشان را دوباره کشیدن
تا اینکه سال اون فرقه منحوس دموکرات به وجود اومد یا دموکرات فرقه به وجود اومد و ناگزیر با خانومشون و بچه 3 ساله ناگزیر بودن که ایران رو اضطرارا ترک بکنن. به سمت غرب که نمیشون، به غرب تحویل میدن، ناگزیر به سمت شهر شوروی. و همون شب اول گفت که من متوجه شدم که ما کجا قرار گرفتیم و این شعر آصف انوار را می‌خواندم. ما به ساعت دهر را چون آشیان پنداشت، خانه صیاد را دارالامان پنداشت. این مسئول واقعا که رفته خانه صیاد. بعد از مدتی ظاهرا میگفت آرام بود. همون دوستانی که دوستی می‌زدن، چون من با زهرا ارتباطی خانوادگی یعنی رفت آمد داشتم و گارد اشرف بودم و فساد اشرف هم بارها به شاه تذکر دادم، ولی شاه محمودن ها اشرف هم برای من تحت نشان کشید که تو رو من نابود می‌کنم. این هم یه مسئله بود که نابودی بودم که برم من و اشرف من با اون فسادی که یکی داشت بعد می‌کنم. در نتیجه اونها به اتهام جاسوسی دربار منو زندانی کردن در شرایط سخت. بازجوها زیر ناخناشون نشون میداد، زیر انگشتان تمام سوزن زد. یک استخوان دستشو با چاقو در آورده بودن که تو جاسوسی، اطلاعات جاسوسی و مخصوصا آمدی و میخوای اطلاعات جاسوسی رو ما از بکنیم. و بعد از این جریان به 25 سال زندان در مقابله خود ایشونو با تعدادی دیگر رهسپار اونجا بکنن 17,000 کیلومتر ایران. یه قسمتش با واگن‌های باربری، یه قسمت با گاری، یه قسمت پیاده. هر حضورتون تا این 4 ماه طول کشیده و تا اونجا قرار اونو وقتی که وارد آنجا شدیم 4 فقط انسان محروم در اونجا، نگهبان در اونجا بود، انسان محروم و برده، گوزن قطبی، خرس قطبی و یک نوع سموم و دیگر انسان و 73 درجه زیر صفر. کسانی که کتاب را فقط آقای گرانبار مطالعه فرمودن، ولی خانم و آقایان محترم ممکن است که کتاب را نخوانده باشن، چون تازه داره رونمایی میشه. در اونجا 16 ساعت کار اجباری در معادن ولفرامیت و طلا و الوارگلی و انواع و اقسام که در یکی از اون جزایر هم سورجنستین، اون نویسنده معروف که 2 سال قبل فوت شد، اون هم بود در جزیره دیگری. بعد از سقط شدن میشون استالین از ایشون بررسی میکنن، میبینن ایشون تقصیری نداره و ایشون مسئله‌ای نبوده و ایشان برمیگرده و به سختی برمیگرده به باکو. ولی باید عرض کنم شاید این موضوع کلیشه‌ای باشه، چون میگم پشت مردان موفق قانون‌های موفقی قرار گرفتن، ولی این واقعیت شوروی از جهانبینی حضرت امام تعجب کردن که ایشان با زخم شده موده شده که چجوری پیش داد، اینجوری پیشگویی کرده و در نتیجه من این 2 مورد رو تقدیم مجلس اسناد میکنم. امیدوارم که خانم و آقایان از این کتاب بهره خواهد، هر کس
به فراخور بهره میبره و از خانم محترمشون هم نهایت ما سپاس داریم و فرزندان دیگرشون که همه جراح هستن، یکی جراح گوشهر و بینی، یکی جراح چشم، همه یکی جراح عمومی و خودشون هم جراح زنان هستن و در این مدت تا سن 80 سالگیشون خدمت میکردن در مناطق مستصحب نشین خدمت کردن و من چون این عکسان رو مثلا از جهت روانی چون خیلی من بیشتر اصلا به طور کلی دگرگون شدم گفتم شاید اصلا من این کار کردم برم نتونم صحبت کنم برای اینکه تحت تاثیر مثلا مقبل که تحت تاثیر سنگین مثلا مغز من اصلا تحریم یعنی ما باید قدر مدیریت خودمون رو قدر شرایطی که داریم بدونیم و بدون مشورت و بدون جهل در به دنبال ایستهای مختلف و دامهای مختلف که این وجود داره نداریم. بیش از این من فکر نمی کنم که صحبتی باشه و جای زمینی مصدق صحبت نمیشم و عضو تقصیر بنده رو بپذیرید. بی نهایت سپاسگزار و متشکر از همه خانم‌ها و آقایان